راس نحن رقم عالمي نجعل الظلم مداس ننزع القدس بسيف لا سلام لا انتكاس نحن رقم عالمي نجعل الظلم مداس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز میخواهم یک چند سخن پیرامونی قبله اول مسلمان ها مسجد الاقصی صحبت بکنم. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم، یک چند روز است همه شما مشاهده می کنید که یهود غاصب لعنت الله علیهم بر بالای مسلمان های فلسطین دارد ظلم می کند، اونها را به قتل می رساند، نه رحم به خرد دارد نه رحم به زن دارد، زن و کودک و پیر و بگویم همه را یک رنگ دارد، هرچی قدرتی که دارد به ساری اونها می ریزد. از مسجد الاقصی اونها را منع می کند، نمی گذارد که اونجا عبادت بکنند. و البته این اولین بار نیست، این زیاده از 70 سال است که همچنین حالت دارد رخ می دهد. اما امروز الحمدلله شما به سبب اینترنت ها، صفحه های اخبار دارید کم کم از این حالت ها باخبر می شوید. بالاخره مسجد الاقصی ارضی مقدس است. مسجد الاقصی اولین قبله مسلمان ها است. مسجد الاقصی این مکان است، این مسجد است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی او نماز خواندند و در درونش نماز خواندند. مسجد الاقصی بعد از حرم مکی و بعد از مسجد نبوی همین فضیلت سوم را دارد و در قلب هر یک مسلمان محبت این مسجد وجود دارد. ناممکن است که مسلمان باشد و محبت مسجد الاقصی در قلب او نباشد. او منافق است که پروای به مسجد الاقصی ندارد، پروای به این حوادث ندارد و محبت مسجد الاقصی را ندارد. ببینید، پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز براشون فرض شد، این نمازها را به سوی کجا نگاه کرده می‌خواندند؟ قبلهشون کجا بود؟ مسجد الاقصی بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به نزد الله سبحانه و تعالی بالا شدند، به آسمان ها برآمدند، به الله سبحانه و تعالی صحبت کردند، البته که به واسطه مسجد الاقصی. اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. الله میگوید که بنده اش محمد صلی الله علیه و سلم را، نبیش را، از مسجد الحرام از مکه گرفت و سیر کنند به مسجد الاقصی. از مسجد الحرام به مسجد الاقصی رفتند و در اونجا 2 رکعت نماز خواندند و از اونجا برآمدند به آسمان هفتم و به نزد الله سبحانه و تعالی، که این همه دلالت به فضیلت بزرگ مسجد الاقصی میکند. پس ببینید، امروز از سبب ضعف این امت، از سبب دور شدن این امت از اصل دینشان، از نشانداد رسول الله صلی الله علیه و سلم، این مسجد و این قبله اولین و این مکان مقدس از دست مسلمان ها رفته است. و باز روز به روز این یهود غاصب الله
خارشان بکند، نابودشان بکند، شرمنده و شرمسار بکند و قدرتش را بر بالای اونها نشان بدهد، به بالای مسلمان های فلسطین ظلم میکنند. بسیار انسان ها امروز امید دارند به این حکومت های عربی، میگن حکومت های عربی شاید روز مسجد الاقصی را آزاد بکند. این خطا است. مسجد الاقصی را این حکومت های طاغوتی هیچگاه آزاد نمی کنند. مسجد الاقصی را موحدین آزاد می کنند. زمانی که توحید را فهمیدی، زمانی که حد حدود الله گذاشته را فهمیدی، انا همین وقت تو می توانی قدم حقیقی و نصرت حقیقی را در دین الله سبحانه و تعالی ان شاء الله به وجود بیاوری. و قسم دیگری فکر میکنند که این مسجد الاقصی تعلق به عرب ها است، به غیر مسلمان های عرب هیچ فرق ندارد، این وظیفه عرب ها است که باید آزاد بکنند و غیره. این هم غلط است، زیرا که دین اسلام فقط به عرب ها نیست. کسی که میگوید که دین اسلام فقط به عرب ها است، این از دین خارج شده است، کافر شده است، کفر است. دین اسلام به همه انسان ها است، کافتا للناس، به همه مردم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بعثت للناس کافه، من به همه مردم مبعوث شدم. پیامبری رسول الله به همه مردم است و نصرتی مسجد الاقصی هم این وظیفه همه مسلمان ها است. وقتی که عرب از نصرتی این مکان مقدس دست کشیدند، این معنای آن را ندارد که دیگر مسلمان ها از این عمل دست کشیدند. پس برادرانم و خواهران موحدم، شما محبتی مسجد الاقصی را در قلب‌های خود جا بکنید، تاریخش را بیاموزید، به فرزندانتان بیاموزید، فرزندانتان را با محبتی مسجد الاقصی تربیت بکنید و این تاریخی دوری درازی ظالمان و مشرکان و غاصبانی را که آمدند و بر بالای مسلمان ها، این یهودها دارند غصب میکنند و ظلم میکنند، به فرزندانتان تعلیم بدهید تا که از حقیقت با خبر باشند و با غیرت و شجاعت به باید برسند. پس توحید را بیاموزید، از شرک و کفر و از خرافات و بدعت دور باشید تا که الله سبحانه و تعالی به شما نصرت بدهد، به امت نصرت بدهد. نصرت ناممکن است وقتی که مردم در شرک است. نصرت الله به اهل توحید است، نه به مشرکین، نه به قبوری ها. امروز کسانی که دعوای تحریر و آزادی فلسطین را میزنند، از یک جانب میبینید که دموکرات هستند، از جانب دیگر میبینید که قبوری هستند، از جانب دیگر میبینید که پروای در بالای حدود الله، دین الله ندارند. و انمین سبب شده است که یهودی ها و دیگر ظالمین به بالای امت اسلام دست دراز کرده و به زمین های مسلمان دست دراز کرده و غصب کردند. شیخ عبدالعزیز طریفی میگوید ترسانکچه ترین از همه انسان هایی که سخت میترسند، اینها رافضه ها و یهودی ها هستند. وقتی که رافضه را و یهودی را دیدید که قدرت دارند، نصرت دارند، پیش می روند، شما فکر نکنید که اینها شجاعت دارند. اینها شجاعت ندارند. اینها از همه ترسوترین انسان ها هستند. سبب نصرتشون، سبب پیشرویشون این است که مسلمان ها
منهج را ترک کردند، مسلمان ها توحید را ترک کردند، مسلمان ها از دین خود بیخبر شدند و بی اهمیتی کردند. وقتی که مسلمان ها بی اهمیتی میکنند، رافضه و یهودی ها به بالای اونها البته که تسلط میکنند. سبحان الله. پس بدانید که نصرت الله با مؤمنین است. الله چی میگوید؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حتما ما نصرت میدهیم رسولمون را، پیامبرمون را و آنهایی که با همراهی رسولمون ایمان آورده اند در این دنیا و در آخرت. این وعده الله است و الله وعدهش را هیچگاه خلاف نمی کند. اما آمنو کی هستند؟ ابن عباس رضی الله عنه میگند ای وحدو، آنهایی که موحد هستند نصرت الله به آنها است. بدانید ما امتی هستیم که پیامبرمون رسولمون که از جانب الله مبعوث شدند محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم بهترین پیامبران هستند. افضلترین انسان از اول دنیا تا آخر دنیا هستند. اشرفترین آنها هستند. خلیل الله هستند. دوست داشته ترین انسان در این دنیا از جانب الله سبحانه و تعالی. ما امتی هستیم که اله ما الله است، رب ما الله است، الله قوی، الله جبار است و هر چیزی رو که خواست میگوید که به وجود بیا، بشو، به وجود می آید و می شود. پس ای امت که ربت الله است، نبیت محمد صلی الله علیه و سلم است، ناامید نباش، نصرت با تو است، به شرطی که او گفته های الله، نشانداد الله و رسولش محمد صلی الله علیه و سلم را به جا بیاوری. الله سبحانه و تعالی به تو کتابش را گذاشت و به تو رسولش صلی الله علیه و سلم را فرستاد. سنت رسول الله وجود دارد. پس دین را بیاموز، بفهم، از حقیقت آگاه باش. در این دنیا و آخرت نجات خواهی یافت، برد خواهی کرد. اما از کتاب الله سبحانه و تعالی دور بشوی، از سنت رسولش دور بشوی، از توحید دور باشی، تو زیان کشیده هستی در این دنیا و آخرت. خسر الدنیا والآخره ذلك هو الخسران المبین. زیان کشیدی در دنیا و آخرت. انمین از همه زیان کشی سخت است، از همه بانکرا شدنی سخت انمین است که از دینت بیخبر باشی. پس امروز آخرین روز ماه مبارک رمضان است. لااقل پیش از افطار کردن دعا بکنید. لااقل پیش از دهان کشیدن در وقت قبول دعا در این آخرین روز ماه مبارک رمضان دعا بکنید در حق برادران و خواهران مسلمان که در فلسطین هستند. دعا بکنید در حق این یهودی ملعون که الله خارشان بکند، شرمنده اشان بکند و نابودشان بکند. بدانید که الله به شما وعده داده است که حتما شما روزی از روزها سربلندانه این زمین مقدس را فتح خواهید کرد. پس الله سبحانه و تعالی را طلب میکنیم که الله به این مسلمان هایی که در اونجا ضرر دیدند صبر بدهد، به آنها کمک بکند و به آنها نصرت بدهد و این غاصبان را الله لعنت و خوار و ذلیلشان میکند. و دعا میکنیم که امت را به توحید بازگشتنشان را الله سبحانه و تعالی نصیب بکند
و ان شاء الله سبحانه و تعالی در حالت زندگیمون به چشممون فتح شدن مسجد الاقصی را دیدن را نصیب بکند، در درونش 2 رکعت نماز خواندن را به همه ما و شما نصیب بکند. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم.